رجب علی ایبرانی. هی برادرم، خداوند شفات بده. اکای میربون جان بخیزین اکا جان وقتی دارو خیلیتون شد اکا جانی من زنده باشه اکا زیر نشین اکا. من دخترها خیلی صحبت کردم. خداوند راضی باشه با خواست الله در بین 1 سال باید که شما حتما با پا بخیزین اکا. برای همین عموما زیقی نکنین، فکر نکنین اکا. خونه خودتونای، برادری مایی، همخونی مایی. فهمیده سه اکا؟ عموما فکر نکنین. زیر نشین اکا جان. خداوند راضی باشه بین 1 سال ده با گفتی دختراش با خونه کنین. چی خوراک آموده کنم اکا؟ چی دلتون میخواد؟ چی دلتون میکشه اکا؟ راستی گپ دادر جان هیچی نمیفهمم. این خیلی گپ نیست اکا. شما هر قدر فکر کردین، هر قدر غم خوردین، همون قدر کسلی شما برزیاد میشه، همون قدر کسلی شما باز زیادتر میشه. فهمیدی اکا؟ برای توبت یافتن، برای بپا خیستن، برای مردانوار با عقفای کار شدن اکا، دیل با قوت گرفتن در کار، خوردن در کار، فکر کردن در کار نیست. ما دودارتم، ما هم خونتم، ما هم وقت در برات استوارم. فهمیدی سه اکا؟ جان ما در کار شو برادر جان، برای خودت دریغ نمیدارم. برادر جان شما در باری ما هستین، وقت ما با قوت اسم بگیرم. رحمت. زنده باشید. من خبر میگیرم تیز. خب زنک؟ الابای مرده؟ زنک جین؟ گوش کن مرا. الابای؟ زود برای کم یکون خوکی با مزه با لذت تیار که آموده که بسر شوه. یعنی بعد نیم ساعت تیار که بزرد. فهمیدی سه مرا؟ مردک ما وقت ندارم. ما بیرون رفتیسم کمتر کار دارم. زنک چی خیلی گپای؟ گپای نه. من ترا با زبان توجیکی گفتم که زنک برای اکم یک خوراکی گرم خوراکی با لذت آموده که تو میفهمی گپای یا نه؟ گوش که مردک اکتا چند قشی ده همیجا بدن شد؟ برای تو فرقشی چند قدر شید؟ برادری مای دیگه اکت نیست؟ خونه دیگری اکت روا خونه دیگری اپد روا یکم تر بایم نگاه کنه هیچ گپ نه؟ آخه من خدمتگاری اکایت نیستم کو. گوش که زنک خونه یگان کس نمی روا خونه یعنی من دمیسته. تا وقتی که من هستم دربارشم، تا وقتی که من هستم خدمت چه میکنم. مهربان برای من جان مای، مهربان برای من برادر مای، مهربان برای من خون مای. میفهمی؟ ای زنکی ابله، ای زنکی بیعقل. این دارایی که میبینی، این خوشبختی میبینی، این مال و سولت، این دولت، این ماشینی که میبینی، اینا فراموش نکن که همش هم مهربان برای موموهایو کرد. مهربان برای خرسندی خودش، مهربان برای خوشبختی خودش، مهربان برای زندگی خودش یگان چی نکرد، یکی برای دودرش کرد. میفهمی؟ من کوری نمک نیستم. گوش که زنک ایامی زندگی که ما داریم، ایامی خانه آبادی که ما داریم، ایامی فرزندای خوبی که ما داریم، اگر تو ناراضی باشی میتونی که برامده برای، میتونی که حاضر جیر جندتا جمع کرده برامده برای. در کار شما من خودم بوده میرسونمت. خوب فکر که زنک، خوب فکر که برادری من همیشه خطیمه میده. رجب علی